اینا نکات مهمی بودش که من به ذهنم میرسه. مطمئنا اگر بخوایم راجع به بحث سی وی نوشتن و رزومه نوشتن بخوایم صحبت بکنیم، خیلی مسائل مختلف و گسترده وجود داره که خب خیلی هاشون منم حتی نمیدونم، الزاما اینجوری نیستش که من بدونم. کسایی که سالها دارن روی این کار میکنن خب اونا تخصصشونه و البته باید بازار اروپا و سوئد رو بشناسن و به نسبت اون به شما مشاوره بدن. اینجوری نیست که سی وی شاید توی مثلا یک استرالیا مثلا یه مدل دیگه‌ای پذیرش بشه، اینو من نمیدونم که بخوام بدونم. حالا برای سی وی نوشتن و کمک کردن به اینکه شما چجوری اپلای بکنید، همون اداره کار سوئد اربسفورمدلینگن میاد شما رو معرفی میکنه به یه سری بمانینگا. بمانینگا چیا هستن؟ یه شرکت های خصوصی هستن که با اداره کار قرارداد دارن، توی همه شهرها هم وجود دارن، تعدادشون هم زیاده. اینا یک پولی از اداره کار بابت شما میگیرن که به شما مشورت بدن که چجوری رزومه بنویسید، چجوری اپلای بکنید و یه مقداری هم پوزیشن شغلی رو سعی میکنن برای شما پیدا بکنن. منتها یه نکته رو مد نظر داشته باشین، بسیاری از مواقع افرادی که تو این شرکت ها دارن کار میکنن به درد نیروهای متخصص نمیخورن. اگه شما فوق لیسانس داری، دکترا داری و تحصیلات عالیه داری، انتظار نداشته باش که توی این شرکت ها کسی نشسته باشه که بتونه به تو کمک بکنه. بعضی اوقات کسایی که اونجا هستن خودشون تحصیلاتشون مثلا یه دوره‌ای گذروندن، یه دیپلمی دارن، اصلا متوجه نمیشن که ما چه تحصیلاتی رو گذروندیم، چه پوزیشنایی رو میتونیم داشته باشیم. بیشتر این شرکت ها به درد افرادی میخورن که در سطح متوسط تخصص دارن. یعنی چی؟ مثلا طرف دیپلمش گرفته، یه دوره کوتاه مدتی دیده، مثلا 2 ساله، 3 ساله، 1 ساله دیده و بعد حالا دنبال کار میگرده. اینا بیشتر این آدما رو میفهمن و مناسب این آدما هستن، نه کسی که میخواد بره برای پوزیشن دکترا مثلا اپلای بکنه بیان به اون کمک بکنن. یه همچین چیزی نیست. ولی از اونها هم شما میتونید کمک بگیرید. در ضمن این که بعضی از این شرکت ها یک برنامه‌ای هست که خود اداره کار در واقع بهشون داده، بهش میگن روستا و مچا. این برنامه چیکار میکنه؟ میاد شما رو تحلیل میکنه. البته میگم این اتفاقات توی سوئد معمولا خیلی به صورت ریلکس میفته و دور از اون استرسا میفته، چون فرض رو بر این گذاشتن افرادی که دنبال همچین چیزایی هستن افرادی هستن که الان دغدغه معیشت و اقامت و اینجور چیزا ندارن، یا دارن سوشیال میگیرن، یا از بیمه بیکاریشون دارن استفاده میکنن، یا بالاخره اقامتشون اوکی شده و همه اینا در نظر میگیرن. یه مقداری اینا نوع برخوردشون با افرادی مثل ماها که میایم و مثلا اقامتمون 3 ماه دیگه داره باطل میشه، دانشجوییمون تموم بشه، باید حتما سویچ کنیم روی اقامت کاری، اینا رو خیلی درک نمیکنن که اصلا چه جوریه. اینو حواستون باشه. ولی خب میتونید ازشون کمک بگیرید. اینا توی رزومه نوشتن به شما کمک میکنن، توی اینکه شما چه مهارتی رو برید کسب بکنید، مثلا چه دوره کوتاه مدتی رو بگذرونید که بازار کارش خوبه و کجا برید و این چیزا رو هم بهتون معرفی میکنن. ولی اینا باز برای میگم آدم‌های متخصص و با تحصیلات بالا خیلی مناسب نیست. اینا به درد افرادی میخوره که توی یه سطح متوسطی میخوان یه کار نیمه تخصصی رو در واقع داشته باشن و انجام بدن، برای اونا مناسب. ولی از اینا هم میتونید استفاده بکنید. باز این شرکت ها هم یه سری شرکت های معروفی رو من میتونم ازشون اسم ببرم که توی کل سوئد دارن فعالیت میکنن. شرکت هایی مثل منپاور، لرنیا، رانستاد، TNG گروپ با آدکو. اینا شرکت هایی هستن که در واقع توی سوئد، تو کل سوئد فعالیت میکنن و شما میتونید ازشون کمک بگیرید. البته که حتما اداره کار باید شما رو معرفی بکنه به این شرکت ها، چون اونا دنبال اون پول خودشون هستن و اون موقع شما میتونید ازشون کمک بگیرید. اما باز بیایم سراغ اون کسایی که بیشتر من میبینم واسه من دایرکت میفرستن و کمک میخوان. افرادی هستن که خب اینجا یه فوق لیسانسی رو گذروندن یا دارن میگذرونن، یا همراه مثلا همسرشون اومدن ولی یه لیسانسی رو دارن و یه فوق لیسانسی دارن، یه تحصیلات آکادمیک خوبی رو توی ایران داشتن یا جای دیگه و اومدن اینجا و دنبال کار دارن میگن. نیا کنید شما خب باید خودتون بیشتر کاری رو که میخواید دنبالش برید و چیزی رو که میخواید رو پیگیری بکنید. عملا خیلی از این چیزایی رو که من تا اینجا گفتم و صحبتشو کردم کمک چندانی به شما نمیکنه، ولی
میتونه به شما یه سری کانکشن ها رو بده، یعنی ناامید ازش نباشه. ولی اینکه شرکت ها رو شما پیدا کنید، شرکت های بزرگ پوزیشن های شغلیشون رو چجوری پیدا بکنید، اینا رو از تمام این پلتفرمایی که من گفتم میتونید سرچ بکنید و پیدا بکنید. اینکه سی وی خوب بنویسید، اینکه بدونید چجوری باید اپلای بکنید، اپلای میکنید پیگیر باشید، ایمیل بزنید بپرسید که به چه صورت هست، سعی کنید یه آشناهایی رو پیدا کنید که یه ریکامندیشن لتر بهتون بدن، بتونید اونها رو معرفی بکنید. اینا کارهایی که شما میتونید انجام بدید. منتها برای افرادی که تخصص دارن در برخی از رشته‌ها نیازی به یادگیری زبان سوئدی نیست. ما توی سوئد بسیاری شرکت‌های بین‌المللی داریم که اینا اصلا زبان کاریشون زبان انگلیسیه. یعنی شما حتی اگر سوئدیتون هم پرفکت بشه، موقعی که میخواید برید توی این شرکت کار بکنید، در رده‌های تخصصی اشتباه نکنید. من توی سطح اپراتوری، سطح کارگری و سطح تکنسیانی رو نمیگم. در رده‌های تخصصی، مهندسی و مدیریتی، اینا اصلا زبان کاریشون زبان انگلیسیه، چون شرکت‌ها بین‌المللی هستند و شما باید انگلیسی رو توی این شرکت‌ها بلد باشید تا بتونید استخدام بشید. این موضوع در واقع این مزیت رو داره که کسایی که زبان انگلیسی بلدن نگران این نباشن که اگر انگلیسی رو میتونن خوب صحبت بکنن، نگران این نباشن که باید حتما بریم سوئدی یاد بگیریم و مسیر اشتباهی رو نرن اگر تخصص دارن. شما با همون زبان انگلیسیتون میتونید کار پیدا بکنید. حتی برنامه‌هایی برای کسایی که تحصیلات عالیه دارن و به عنوان همراه مثلا به سوئد اومدن وجود داره که میتونه این افراد رو سریعتر وارد بازار کار بکنه. افرادی که زبان انگلیسی بلدن، یه تخصصی دارن، یه مدرک دانشگاهی دارن که اینجا پذیرفته شده است و میخوان وارد بازار کار بشن. این افراد یک سایتی هست به اسم یوب اسپرانگت، yobesperanget.se که من لینکش رو براتون میذارم. این سایت میاد چیکار میکنه؟ افرادی رو که با این مشخصات هستن، تو خود سایت هم برید نوشته، افرادی که با این مشخصات هستن رو توی دوره‌های زمانی اپلای میکنن، با اینا مصاحبه میکنه و اینا رو معرفی میکنه به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به عنوان کارآموز معرفی میکنه اونجا و این کانکشن رو واسه شما برقرار میکنه با شرکت‌های بزرگی که به صورت بین‌المللی وجود دارن تا شما بتونید با اینا کار بکنید. ولی شرطش اینه که شما انگلیسی رو خوب صحبت بکنید و از پس خودتون بر بیاید و مدرک دانشگاهی داشته باشید. خب نگاه کنید توی سوئد چیزی که بسیار مهمه ورود به بازار کاره. یعنی سخت‌ترین بخش کار در سوئد ورود به بازار کاره. وقتی شما ورود نکردید به بازار کار، به عنوان یک مهاجر چندین مشکل دارید. اولا شما اون رزومه‌ای که میدید، مثلا چند تا شرکت و جاهای مختلف توی ایران کار کردین، خیلی از این شرکت‌ها ارتباطی با دنیا ندارن، شرکت‌هایی که شما خودتون فقط میشناسید، پس کارفرما هم نمیتونه خیلی روشون حساب بکنه. مدرک دانشگاهی که ما از دانشگاه ایران گرفتیم همش اینجا معتبره. اکثرا اینجا وقتی میدید ارزیابی میکنن معادل مدرک‌های دانشگاهی سوئد در واقع ارزیابی میکنن. منتها این مدارک دانشگاهی باز از دانشگاه‌هایی که یه مقداری کارفرما باهاش ناآشناست، به هر حال اونم یه آدمیه که داره مصاحبه میکنه. مطمئنا شما اسم 2 تا دانشگاهی که توی سوئد هست یا توی دنیا خیلی معروفه رو بگید، خیلی برای طرف آشناتره. حتی بعضی وقتا میدونه که شما چه واحدهای درسی و چه چیزایی رو اونجا گذروندین، تا یه دانشگاهی که مثلا دانشگاه آزاد تهران جنوب، چیزی که مثلا توی ایران، چون اینا خیلی ارتباطات ندارن. از طرف دیگه خب بالاخره اونا باید اعتماد کنن، قراره که شما رو استخدام بکنن، قراره اعتماد بکنن به شما. و این اعتماد چجوری به وجود میاد؟ اینکه یک بک‌گراندی رو از شما داشته باشن دیگه، و اینو چون از شما ندارن به عنوان یه مهاجر، یه ذره سخت میتونن اعتماد بکنن. حالا این سایتی که معرفی کردم و این مجموعه‌ای که هست، این میاد چیکار میکنه؟ میاد دست شما رو میذاره تو دست کارفرما، میگه آقا 2 ماه 3 ماه ایشون پرکتیک پیش شما کار میکنه و شما محکش میزنی، ما هم تضمینش میکنیم و این کانکشن رو برقرار میکنه. و اکثر افرادی که توی یه همچین دوره‌های شرکت کردن و 2-3 ماه پرکتیک گذروندن، بعدش تونستن همونجا شاغل بشن. اگر حتی اونجا هم شما نتونی شاغل بشی، شما چند ماه سابقه یه کار پرکتیک در یکی از شرکت‌های معتبر سوئدی رو تو رزومت میاری و اینو وقتی میاری، بازار کار به شما جواب بهتری میده.
من خودم 1 ماه پرکتیک یه جایی رفته بودم، بعد که برای شغلم خواستم، خب من 15 سال توی ایران کار کرده بودم، ولی از اون 15 سال هر وقت صحبت میکردم طرف خیلی متوجه نمیشد، میگم خب آره حالا یه چیزی داری میگی دیگه. ولی اون 1 ماهی رو که من پرکتیک رفته بودم، وقتی رفتم یه جایی برای مصاحبه شغلی گفتم من تو فلان شرکت 1 ماه پرکتیک کار کردم، گفت آها آره شرکت خیلی خوبی، اصلا میشناخت، خب بالاخره تو همین شهر بود، آره من فلانی رو میشناسم. یک اعتبار دیگه‌ای به من داد، در صورتی که من اعتبارم برای اون سالهایی که تو ایران کار کردم تو ایران خیلی بیشتر از این 1 ماهی بود که اینجا رفته بودم. میخوام بگم یه همچین چیزایی برای ورود به بازار کار خیلی مهمه که یه ذره صبور باشید و بتونید اینا رو پشت سر بذارید و وارد بشید. در مورد سایت یوب اسپرانگت که بهتون گفتم، مثلا الان امروزی که من دارم این سایت رو نگاه میکنم نوشته که برای اپلای کردن نوبت بعدی 125 روز هنوز مونده، یعنی 125 روز دیگه شما میتونید اپلای بکنید با اون مشخصاتی که گفتم توی این سایت. و البته یک چیز بسیار مهمی رو در مورد این نحوه پیدا کردن کارآموزی و شغل پیدا کردن خدمتتون بگم، اینه که شما حتما باید در سایت arbetsförmedlingen رجیستر کرده باشید و اونجا باید ثبت شده باشید تا بتونید توی این برنامه‌ای که واسه کارآموزی گذاشتن شرکت بکنید. بنابراین اون زمان رو از دست ندید و ببینید ددلاینش کیه با توجه به تاریخی که این ویدیو رو دارید میبینید و حتما رجیستر کرده باشید توی سایت arbetsförmedlingen و بعداً میتونید بیاید اینجا ثبت نام کنید. این نکته رو مد نظر داشته باشید. از اونجایی که کسایی که توی کار هستن به علت قوانین کاری که در سوئد وجود داره و حمایت هایی که از کارگرها و کارمندها میشه به سختی میتونن دچار چالش بشن. یعنی مثلا کارفرما خیلی راحت نمیتونه اینا رو بیرون بکنه، یه قوانین و ضوابط و یه دلایلی بایستی داشته باشه. حالا اون موضوع بحثش زیاده، به خاطر همین شرکت ها به سختی نیرو میگیرن و به سختی اعتماد میکنن. حالا این وسط این حلقه ای رو که این وسط وجود داره رو چه شرکت هایی اومدن پر کردن؟ یه سری شرکت های کانسالت اومدن این حلقه رو پر کردن. این شرکت ها چیکار میکنن؟ این شرکت ها شما رو استخدام میکنن و به شرکت های بزرگ اجاره میدن، در واقع نیروی کار اجاره‌ایه. نیروی کار اجاره‌ای این مزیت رو برای کارفرمای اصلی داره که هر موقع که کارش تموم شد، پروژه تموم شد یا اصلا از شما خوشش نیومد، میتونه بگه خداحافظ و هیچ مسئولیتی دیگه در قبال شما نداره و مسئولیت شما با اون شرکت واسطیه که شما رو استخدام کرده و به اون شرکت در واقع دوم اجاره داده بوده. مزایای در واقع این شرکت های واسط چیه؟ شما وقتی تو شرکت های واسط کار میکنید حقوق بالاتری دارید به نسبت اینکه مستقیم میرفتید با کارفرما کار میکرد. حقوقتون بالاتره. منتها ممکنه که اون کار تموم بشه، اون پروژه تموم بشه و شما رو دیگه نخواد، که اگر شما رو نخواستن باز اون شرکت کانسالتی که شما رو استخدام کرده مجبوره که برای شما یه کاری رو پیدا بکنه و اگر هم کار پیدا نکنه باید حقوق شما رو بایستی بده. منتها خب اون شرکت ها هم میدونن خیلی وقتا شما رو مثلا توی استکهلم توی شرکتی استخدام میفرستن که برید اونجا در واقع کار بکنید. اون شرکت وقتی دیگه شما رو نمیخواد اینا برای شما یه کار پیدا میکنن مثلا توی یه شهر بسیار شمالی سوئد و میگن آقا باید برید اونجا کار بکنید و اون موقع وقتی اینو گفت شما باید برید کار بکنید. یعنی اگر که شما بگید نه و انصراف بدید باز شمایید که انصراف دادین، دیگه مسئولیتی با اون شرکت نیست. ولی اینها هم شرکت‌های خوبی هستند برای اینکه شما رو آشنا بکنن با اون شرکت‌های اصلی. باز بسیاری از دوستان من هستن که به واسطه این شرکت‌ها رفتن توی اون شرکت‌های اصلی استخدام شدن و تونستن وارد بازار کار بشن. این مجموعه چیزهایی هستش که من در مورد بازار کار میدونم و گفتم باهاتون در میون بذارم. امیدوارم بهتون کمک بکنه. اگر سوالی داشتید بنویسید، در حد توانم و دانشم به شما جواب میدم و خوشحال میشم که از این ویدیو هم اگر مناسب بود حمایت بکنید با لایک و کامنت و ارسالش برای دوستانی که دنبال کار هستن توی بازار سوئد. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.